شنیدی به فرح میگن مادر ایران زمین، بانوی پاک، اما خاطرات نزدیکان شاه در مورد فرح چیز دیگه ای میگه. شاه میره یعنی توی تخت میبینه که فرح و فریدون جوادی مکزیک اینا با هم خوابیدن. یه شب ما خونه آقای هویدا مهمان بودیم، بعد از اون گفتن که بریم خونه شهناز. اونجا تازه من فهمیدم که اوضاع خراب بود، رفتاری که اینها با هم دارن، دست همو گرفتن، یعنی این دیگه حالت عادی نداشت. من اینو به تیمسار عیادی هم گفتم و تیمسار عیادی هم گفت این کارا رو قبلا هم فرح خانم با دیگران کرده و ما جلوشو گرفتیم، حالا اینه که تو می‌بینی. یعنی چی به قبلا با دیگران؟ یعنی اینکه ما پاکترین ملکه تاریخ ایران، مادر ایران زمین، یعنی همچین زیاد پاک نیستن. بعد شروع کردن یک دستوراتی راجع به دفتر مخصوص کردن و راجع به کارهای اونجا هست. بعضی از این دستورات خیلی ناخوش بود. X، Y و Z رو دستور بدید دیگه به دربار راه ندن. اینا از اطرافیان نزدیک شهبانو بود، با کلمات خیلی رکیک نسبت که من هرگز از شاه فحش نشنیده بودم نسبت به کسی. در زمانی که من رفته بودم پیش ملک حسین در اردن، در اون زمان که جوادی در مکزیک با فرح بوده، اتفاقی که میفته، فرح یه خانومی داشته که کاراشو انجام میداد، حالا کالفت باید بگیم دیگه. اون میاد با آقای الیاسی میگه که الان این فریدون با فرح تو تختن. آقای الیاسی میرن شاه رو برمیدارن و به شاه نشون میدن. این دفعه اوله که شاه متوجه میشه. چه سالیه؟ سال 58 اینها؟ مثلا یه سال قبل از فوت شاه دیگه. شاه میره یعنی توی تخت میبینه که فرح و فریدون جوادی مکزیک اینا با هم خوابیدن. وقتی که شاه در بیمارستان بود، یه اتاق بغلی هم داشت. این اتاق برای مثلا مدعوین بیان و اینها، و هر شب تا صبح فرح و جوادی تو این اتاق با هم بود. به این مسئله هم خیلی اطرافیان رو عصبانی کرده بود. خراب کردیم، فساد بود، دزدی بود، کسی به روی خودش نمیخواست بیاد. اگر عیب نداشتیم انقلاب نمیشد.